آمین. خیر است، قدر دور نیست محمدی صاحب. بیاد من تو بگه خواب بودم. چند قدم بزنم. بیننده های عزیز یوتیوب چینل لاروین مایک، سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. صبح همه شما بخیر. چون صبح است ما برنامه را صبح آغاز کردیم. 6 اگست سال 2026 میلادی است. شارولی مزار شریف کوچه به کوچه در مزار شریف میگرده تا خدمات به هموطنان عزیز ما ارائه بکنند. صبح وقت اینجا آمدیم. گذر 4 کارتی ایشانی امانی یا کارتی اول ایشانی امانی. اینجا دیگه برای اهالی این منطقه در گل صبح قرار است یک خدمت خیلی بزرگ را تداوم بماند یا خشتش بماند. ای که کدام مناطق در این گذر یا در این کارتای ایشانی امانی ساخته می شود در این برنامه با ما بمانید. از همه خواهش میکنم که چینل ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله را هم فشار بدهید. منتظر میهمان هستیم که طرف یک سایه است، یک سرک فرعی. همه هموطنان عزیز ما که در این محل زندگی میکنن دور هم جمع شدن و بعد از چند دقیقه انشالله رسما کار یک پروژه بزرگ آبادی در اینجا آغاز میکردن. ای که چقدر سرمایه گذاری میشه، چند متر است، در چه مدت کارش به اتمام میرسه، در این برنامه با ما باشید. دوستان عزیز، محفل بخیر به اتمام رسید. حالا مسئولین شارولی مزار شریف در حال قدم زدن هستند. با اینکه خستگی پایشان برای از جات ششتن سر چوکی‌ها میرن اونجا و از آنجا دیگه رسما کار افتتاحی سرک شروع میکنه، چون موتر کلان اونجا توقف کرده و از اونجا بخیر کار شروع میکنه. بچه‌ها را سعی کنین میخواین که در کابره ما بیاین. این نمیتون بچه‌ها همین منطقه هستن، خوش هستن، سرکشون جور میشه. این نمیتون ما صحبت میکنم، همکار خودم تصویر بگیر. نامزاد؟ او بشه که یعنی بچه نامزاد است. دوستان عزیز ببینید، نامزاد است، شوخ است بسیار زیاد شوخی میکنه. بچه دکتر است؟ بچه دکتر معمولا شوخ میباشه. مولای سے دعا کنید. آمین. دوستان عزیز دیگه دعا شد بخیر. اینه همین لحظه دیگه بخیر قرار است که علی کارتی امانی و ایشانی مبارک میگیم، مبارک باشد و سر از امروز دیگه کار بخیر شروع میشه. در رابطه با ساخت سرک حتما با مسئولین شارولی مزار شریف و همچنان
با اهالی گذرم حتما صحبت میکنیم. بله شروع شد. خوشبختانه با یکی از اهالی گذر هستیم. نظر ایشان را در رابطه به کانکریت شدن یا قیر شدن سرکشان پرسان میکنم. آقای صاحب محترم السلام علیکم. و علیکم السلام. شما خوب هستین؟ خیریتی است. تشکر، سلامت، زنده باشین. نام شما؟ اسم ما خوجالی محمد، والی گذر امانی. چند سال میشه که در گذر زندگی میکنید؟ ما 13 سال میشه در گذر زندگی میکنیم. در حکومت پیش یا چند سالی که در این زندگی میکردین به خاطر ساخت و ساز سرکتان به حکومت مراجعه کرده بودین؟ بله چند بار مراجعه کرده بود کل اهالی دست جمعی. اما هیچ اقدام صورت نگرفت. نشد. امروز شهروالی آمده از پول شما برای شما تقریبا 20 میلیون افغانی زیاد پول است. بله یکی از بزرگترین پروژه شهروالی مزار شریف است. سرک دان خانه شما را به اصطلاح قیر میکنه. چه احساس دارین جناب آقای صاحب؟ ما بسیار خوش هستیم که امارات زحمت کشیدن، گپ مردم شنیدن، با همی که رفتن مراجعه کردن، امیر لبیک گفتن. ما از اینا تشکر میکنیم، واقعا یک گام نیک است. بله و ما از شما خواهش میکنم که ممکن است در اهالی در ساخت سرک یک ذره مشکلات به وجود میاد تا که جور شدن یک کمی حوصله‌مندی شان میخوام، چون شما بزرگ منطقه است، مطمئن هستم سخن شما و افراد مثل شما مطمئن هستم که تاثیر خود داره. ان شاء الله اهالی دائم با شهروالی همکار هستند. هیچ نوع که مشکلات باشه یا ضرورت باشه اینا دریغ نمیکنن. مبارکتان باشد. سلامت باشید. بخیر باشید استاد. بخیر باشید. با یک پدر بزرگوار هستیم، نظر ایشان را در رابطه با این موضوع است میشن. باباجی سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین ان شاء الله؟ خوب است. بخیر باشین. نام شما؟ اسم ما حاجی سید احمد احمدی، رئیس شورای گذر نمایت کارت امانی است. چند سال میشه که رئیس شورا هستین؟ تقریبا یک سال میشه که رئیس شورا تعیین شدیم در منطقه. خب چند سال میشه در این منطقه زندگی میکنید؟ تقریبا از 20 سال بیشتر زندگی میکنیم که تا حالا سرکای ما هیچ کس اقدامات نکرد. واسه تلاش ما اهالی منطقه و مستفیدای ما و بزرگان عرض دادن می‌دیم بالاخره به آمدن امارات اسلامی هم سرک ما مردم امروز بخیر کار شروع شد. مبارکتان باشه. تشکر، زنده باشین و خوش شدیم. افتخار داریم که امروز ما مردم اهالی ما مردم اینجا جمع شدن، تکلیف کشیدن، زحمت کشیدن. ما نمایندگی کارت امانی سوم ما اسمش شهروالی والی صاحب و از کارکنای شهروالی اظهار تشکر میکنم. کامیابی و موفقیتشان میخوایم. خواهشمندم که یک مشکل دیگه ما داریم که در پیشوری در خود کارت امانی سوم پاولی مجید مرزا فضل قرمی عریضه دادیم، پیشنهاد دادیم در شعبه انجینری هستند و طول 300 متر است. خامه هستند. تابستان از دست خاکبات به تکلیف هستیم، از زمستان از دست گلولای و کانال جوسن داریم به داوروی به طرف چی بروا او بروا کوچه 15 کوچه جمع میشه. در کوچه 15 می اینمی مشکل ما مردم اگر در نظر گرفته شود خوش میشیم. امیدوار است که مسئولین شهروالی سخنان جناب حاج صاحب جدی مد نظر بگیرن و با مشکلی که حق مسلم ایشان هستن هم رسیدگی بکنن. دیگه شما خواهش میکنم امن کنید تا سرک که جور میشه یک ذره مشکلات ها به وجود میانه. بله امروی شهروالی و امروی شرکت که اینجا کار میکنه همکاری بکنین. باباجی شما بزرگ این منطقه هستید. تشکر صاحب. ما تنها بلکه تمام شورا اعضای شورای ما در خدمت همین شرکت است، خدمت شهروالی است. هزار نگاه که باشه تا که زنده هستیم
دمی قسمت ما مسئول شرکت برای کارمندای شهروندی و برای انجینر شهروندی همکاری میکنیم. خدا شما را حفظ بکند. آمین. سلامت باشین بابا. سلامت باشین که ما وقت دادین. بخیر باشین. که ما رئیس کردین. خیر باشین. کامیاب موفق باشین. بخیر باشین. سلامت باشین. بخیر باشین. به این وطندارای عزیز نظر یک از هموطنان عزیز ما را که ایشان هم در اینجا زندگی میکنند بشنویم. آقای محترم سلام علیکم. شما خوب هستین؟ خیرتی هستین ان شاء الله؟ سلامت باشین. بخیر باشین. نام شما؟ حاجی امام رسول، باشنده کارتی امانی شهر مزار شریف. چه به این کارت چند سال میشه زندگی میکنید؟ تقریبا 25 سال میشه زندگی. 25 سال. 25 سال. به 25 سال با حکومت مراجعه کرده برای مختار ساخت‌ساز سرک. بسیار زیاد. تمام کارت پیشنهاد کردم اما به داد ما کس نرسید. ولی بالاخره که بعد از 25 سال خاک خورد تمام مردم الحمدلله با امروز دیگه شما شاهدش بودید. چه احساس دارین؟ احساس خوشی میکنم. احساس خوشی میکنم که خدا شهروالی شما را دوست دارم. ما در نزدیک دروازه بلخ زندگی میکنم. سرک ما خام است ولی عین از کجا آمده در قلب شهر آمده سرک شما را جور میکنن. قربان شما همیشه سرفراز موفق سربلند باشید. اما یک خواهش از شما دارم. تا که سرک جور میشه ممکن است یک ذره مشکلات ها هیچ مشکل نیست. ما در مشکلاتش ان شاء الله امور رو باید تحمل بکنین. شما یکی از اهالی این منطقه است و کسایی که اینجا زندگی میکنن امروز صحبت بکنین بشینین که خیر است تا که میجور میشه یک ذره مشکلات تا تمام قدرت ان شاء الله ما از شهروالی از بازسازی ما پشتیبانی میکنیم. و این شرکت که است به اصطلاح میوان شما است. میمان ما بله دقیقاً میمان. از میمان آدم محافظت میکنه. از آرد و چرا نه ما در خدمت هستیم. مبارک شما باشه. قربان شما. سلامت. جان سپاس. بخیر باشید. تشکر. با یکی از جوانای این محل هستیم و نظر ایشان را در رابطه به ساخت و ساز سرکشان پرسان میکنیم. وطندار سلام علیکم. السلام علیکم. شما خوب هستین؟ خیرتی هستین ان شاء الله؟ بخیر باشین. نام شما؟ اسم مجیب رحمان تخلص روشی میکنم. مجیب رحمان کجا زندگی میکنید؟ باشنده این محل هستیم. ناحیه هفتم کارت امانی کوچه دوم. که مصرف چی کاره؟ پانتون مکتب؟ فعلا ما محصل هستیم. محصل کدام 15؟ محصل 15 ژورنالیسم. ژورنالیسم؟ بله. ماشاءالله. دولتی شخصی؟ دولتی سمستر اول که امتحان داده بودیم که خوشبختانه به رشته دلخواه ما کامیاب شدیم. انتخاب چندمت بود ژورنالیسم؟ همه انتخابم ژورنالیسم بود. خداوند سپاسگزار هستم و بعد از فامیل محترم که خیلی ما را در این عرصه کمک همکاری کردن. بله. نگفتن بود که انتخاب اول ما ژورنالیسم بود و ما هم انتخاب اولم برآمد. مبارکتان باشه. زنده باشید. چی چیز باشید که ژورنالیسم انتخاب بکنید؟ ما دمی 3-4 سال بسیار از تلویزیون‌ها را می‌دیدم نتاخا را که ما پیش خود ایده داشتم احساس داشتم که ما از اینا چی کمی دارم و روز شب که انشاءالله در پشت پرده تلویزیون خدمت به جامعه، خدمت به فامیل و خدمت به مردم کنم و خداوند سپاسگزار هستم که تا این مرحله ما را همکاری کرده و فامیل محترمم انشاءالله که ما را قوت انرژی بده که این را اتمام برسانیم. 4 سال تلاش پشت کار شما را مطمئن هستم ما یک روز اگر زنده بودم با ما یک در پشت سر در پرده تلویزیون حتما ان شاء الله شما را می‌بینیم. به امیدش هستیم. در منطقه تان برای اولین بار بعد از چندین سال پروژه آمده به ارزش 20 میلیون افغانی. قرار است که سرکتان یا سرک دان دروازی تان شهروالی مزار شریف قیر بسازد. چه احساس دارید؟ یک احساس خوشی که بعد از سالها خوشبختانه بگویم که با آمدن امارت اسلامی همه ما میفهمیم که ما امنیت داریم، کار بار است، شکر خدا همه چیز حاصل است و ساخت و ساز که فعلا دیگه ولایت ها را نمیفهمم. مزار شریف که همه روزه ما میبینیم یک ابتکار جدید در چوکا و بازرگانایی که بلاک میسازن امین نمای شهر برای ما جور کردن و خوشبختانه که این سرک سالهای خیلی زیاد ما انتظار کشیدیم و امی خوابای ما با واقعیت تبدیل شد که خوشبختانه امروز افتتاح شد که با
اتمام یکی دو سال نه، با اتمام 5 ماه انشالله بر روی مردم باز میگردد و مردم به سهولت همکاری خیلی زیاد اینجا رفاه و دسترسی پیدا میکنند. و ناگفته نمانه که ما خیلی دشواری های خیلی زیاد ما در این سرک دیدیم که خصوصا در زمستان برف و باران میشد، بار به خدا کنیم که بله از خانه تا لب سرک ما در موتر شار بریم بیم میگرفت که چه قسم بیاییم. و خیلی تشکری زیادی از شاروالی مزار شریف خصوصا شاروال محترم میکنم که امی خوابای ما رو با واقعیت تبدیل کرد. و ما از همه اهالی یک خواهش کردم، از شما یک خواهش میکنم، جوان هستین، با انرژی هستین، فقط با شرکت که اینجا کار میکنن همراهشون همکاری بکنین. ممکن است تا که جور بشه اگذار احساس مشکلات با وجود میخواد ما امی پیام چند دقیقه پیش میخواستم که بگم برای شما، خصوصا خودم که قشرای جوان مثل خودم 5 ساله و طفلایی که نوبالغ است، ما که خواهش دارم که امی خوابای ما را که با واقعیت شاروالی تبدیل کرده و ما باید با اونا همکار باشیم که یکی 2 ماه یا 5 ماه حتی 1 سال ما باید امو صبر تحمل کنیم که تا امی محله ما، امی شهر ما، سرک ما بسیار زینتی و خوب شود. بسیار زیاد تشکر. سلامت بخیر باشید. موفق باشید. براتون موفقیت آرزو میکنم. از شما تشکری زیاد میکنم که امروز قدم رنجه کردین اینجا آمدین و با تصویر کشیدن اینجور محله به مردم زیبایی میبخشین. بسیار زیاد سپاس. مسئولیت است. بسیار بخیر باشین. سلامت. خوشبختانه بازم با جناب محمدی صاحب هستیم در رابطه با این پروژه. تمام اطلاعات محمدی صاحب برای شما ارائه میکنم. محمدی صاحب سلام مجدد و بفرمایید در رابطه با این سرک کارتی ایشانی و امانی به هموطنان از ما معلوماتی را بکنید. علیکم سلام. در نخست سلام خود را برای شما بینندگان عزیزتان تقدیم می‌دارم. علیکم سلام. پروژه‌ای که ما شما امروز موقعیت داریم در ساحه ناحیه هفتم شهر مزار شریف، سرک عمومی ایشانی و امانی میباشد که این سرک در سالهای متمادی تو خامه مانده بود، مشکلات مواجه بود شهروالی مزار شریف تصمیم گرفت تا این سرک به صورت اساسی ساخته شود، مشکلات ساحه حل شود. طول این سرک که اسفالت میشه 1174 متر است و عرضش 8 متر که دو طرف کانال هم داره و با هزینه 20 میلیون افغانی از بودجه انکشافی شهروالی مزار شریف تطبیق میشه و تلاش میشه که با آغاز از امروز شروع که کارش افتتاح شد، آغاز شد، در مدت 5 ماهی کار از تکمیل شد و بهره برداری سپرده شد. خواستن از اهالی منطقه چی است؟ خواست ما از اهالی منطقه می است که با شرکت قراردادی همکار باشند، مشکلات ایجاد نشده این شرکت و با این سهولت ها ایجاد شود که تا از وقتی تعیین شده هم به زودترین فرصت تکمیل شود تا پیش از فصل سرما بهره برداری سپرده شود و مشکلات لای گل که اینا است روبرو هستند حل شود. بسیار زیاد تشکر جناب محمد صاحب. بخیر باشید. قربانتون. بخیر باشید. از شما هم یک تشکری ویژه میکنم که در گزارش‌های عمرانی و آبادی و اکتشافی با ما هستین. برنامه در همه جا به پایان میرسونیم تا برنامه فردا که ساقوی در خدمت شما قرار میگیرن. همه شما رو به خداوند یکتا و بی‌همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.